الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، انشاءالله فکر میکنم که از خودم سرکردگی تا همه شما را یک خستگی هم پیدا شدگی هست و در دقیقه های اندک انشاءالله من برای شما یک صحبت میکنیم تا با گفت عزیزای خدا، با گفت بندگان خدا که دعا میکردن خدایا همنشینی عاقلان کن، خدایا همردیفی عادلان کن، با گورستان از آن روزه بخسبم مرا همسایه صاحب دلان کن. ما الحمدلله رب العالمین میگیم که امشب همنشینی ما و شما چه زیبا همنشینی بود. محمد صدیق منشاوی در اطراف حیات با سعادت شوهر فاطمه دختر محبوب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پدر امام حسن و امام حسین، حضرت علی رضی الله عنه، در کتابش میارد که وقتی روزی عید رمضان بود حضرت علی را نزدیکا و رفیقانش در حالت گریان دیدن. برادران، روزهای عید اصلا بینین که در چشمهای ما و شما اشک نیست، بلکه روز فرح و روز خرسندی است. وقتی که از حضرت علی برادران عزیز پرسیدند که مقصد علت گریه چیست، حضرت علی گفتند یک ماه الحمدلله رب العالمین بازم چقدر فقری که داشتم این ماه مبارک روزه گرفتم، شب زنده داری ها کردم، قرآن را تلاوت کردم و دیگر عبادت های را انجام دادم. در خیالم این میگذرد که این زحمت های من پیش الله مهربان قبول شده باشد یا نه. زنده ها از برادران عزیز، همه ما هم بعد این قدر بیخوابی هایی که در این ماه مبارک یا خواندن از ورق های بسیار زیبای قرآن و یا از خواندن نماز تراویح، از آمدن 5 وقت به مسجد، از خاتمه این، از قبول این باید ما هم اندیشه داشته باشیم که آیا پروردگار مهربان این را از ما و شما پذیرفته باشد یا نه؟ آیا الله مهربان روز قیامت ما را از صف روزدارانش بلند میکنند یا نه؟ این اندیشه هم باید
در ما و شما باشد. برادران عزیز، در حدیث‌های پیامبرمان شب قدر با چندین روایت‌هایی که آمده است در شب‌های طاقی آخری از ماه رمضان شما شب قدر جستجو کنید. وقتی حضرت مادرمان برادران عزیز با دقت باشیم. برادران عزیز، وقتی زیاد صحبت نمی‌کنیم، ولی این قدم‌های شما و این زحمت‌های شما، من اینجا در آگاهی دارم برادرها چقدر از راه‌های دور آمدن، چقدر زحمت‌ها کشیدن، چقدر اخلاص‌ها قطعی آمدن. زین لحاظ این لحظه‌ها بسیار لحظه‌های غنیمت‌اند. حضرت عایشه مادرمان وقتی که این سخن پیامبر را که شنید در شب‌های طاقی از آخر این ماه شب قدر جستجو کنید، مادرمان حضرت عایشه سوال داد: حضرت، مبادایی که اگر ما همین شب یافتیم، بگذار شب 23 بود، 25 بود، 27 بود، خلاص همین شب ما یافتیم، آیا در این شب ما اقول فیها چی گوییم؟ پیامبرمان به حضرت عایشه تعلیم دادند: قولی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ای عایشه، در این شبی که ما قرار داریم، بگو پروردگارا تو بخشنده ای، خداوندا تو بازم آن که بخشنده ای، با بخشیدن را دوست می داری. الله مهربان سهو و خطای مرا ببخش. این تعلیمات پیامبرمان و مادرمان حضرت عایشه بود. برادرای عزیز، من پیش از آنی که در دوام صحبت برای شما چیزی گویم، خوب دقت کنید که برای چی پیامبرمان گفت از بین مردها محبوب ترین مرد به سوی من ابوبکر صدیق است و از بین زنها محبوب ترین زن به سوی من عایشه است. برادرای عزیز، این سؤال عایشه را ببینین از پیغمبر نازنین: آیا زنی که از دین برای تو سوال کنه دوستش نمی‌داری؟ ولی برادرای عزیز، امروزه از همین زنهایی که از ما و شما هستند، کم از زنی که از ما و شما سوال کنن که همین شب قدر مردک چگونه باید سپری کنیم، یا خوابه یا یگان کینو تماشا داره یا پروای شب قدرم نداره. قسمت از این ما همه اینها را برادر در نظر ندارم، ولی عایشه محبوب ترین زن پیامبر به خاطر آن بود که وی محبتی در دین داشت، وی پشتیبانی از دین داشت و یک کان حیا بود. حتی بین حدیثی را که حضرت عایشه مادرمان خود روایت میکند که پیامبرمان گوید: یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا. روز قیامت وقتی که شما سر میبردارین، در بدنهاتان لباس ندارین، پایهاتان لوچه، مردها در حالت بلند می شود که حتی ختنه نشده‌اند. عایشه مادرمان این سخن پیامبر را گوش کرد و بعد از آن گفت: الرجال و النساء جمیعا ینظر بعضهم الی بعض. مردها و زنها همه یک جا، اینها یکدیگر را میبینند. برادر عزیز، مادرمان عایشه را خیالش در حیا هست. یعنی ما زنهایی بودیم که در دنیا ما را کسی از مردهای بیگانه ندیده بود، نه آستین کلته ما ندیده بود، نه پایهای لوج ما ندیده بود، نه میانهای باریک ما ندیده بود. آیا روز قیامت ما در نظر اینها نمایان میشه؟ پیامبرمان باز برای دوام این حدیث گفت: الامر اهم من ان ینظر بعضهم الی بعض.
عایشه گفت او روز آنقدر روز سختی هست که انسانی که در پهلوت اگرچه پدرت باشد نمیشناسیش، دیگر با او نظرم نداری، با او اهمیت هم نمیکنی، فقط وانفسی میگوی که خدایا جان من خلاص کن. خلاص برادران عزیز، حقیقتا اگر چی قدر خواهرها و مادرای ما پاک دامن و با حیا باشند، چقدر جامعه ما آزاده ای، چقدر جامعه ما آلفته ای، چقدر جامعه ما نیک و خیر ای. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را میگفت جهان را خرمی از امهات است، نهادشان امین کائنات است. اگر این نکته را قوم نداند نظام کار و بارش بی ثبات است. شما یقین دانید که همه میگد بر مادرها وابستگی دارند، همه از مادرها وابستگی دارند. اگر این نکته را ما ندانیم برادرای عزیز، ما هیچ وقت آن خیری را که جستجو داریم دریاب کردن نمیتونیم. برادران عزیز، من یک نکته دیگر را میرسانم برای شما، بعدا خدا خواهد دعا میکنیم. نکته ای که من برای شما رسانیدنی بودم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظیم. برادران عزیز و گرامی، من وقتی آیت ها میخوانم گمانم همینه که شما معنای آیت ها میفهمین. انما المؤمنون اخوة. بین چقدر نام زیبا من ماندن. همه ما و شما یک نام زیبا داریم، امت محمد صلی الله علیه و سلم. هر نفری را که اگر پرسند امتی کی، امت محمد صلی الله علیه و سلم. آیا این عاقلانه هست برادران عزیز که این نام زیبا را ما سزاوار شدیم تا جای دلهای ما پر از رحمت، پر از برادری، پر از همکاری باشد؟ دلهای ما پر از بغض، پر از کینه، پر از حسد است. برادران عزیز، فکر میکنم که حتی برای ما دیر شده است. ما باید در قلبهامون نهال برادری شنانیم. باید قلبهای ما لبریز از برادری باشد. باید که ماها از یک قصه ای که حتی در سوره نمل، در سوره مرچه میگذرد، قالت نملتو، الله مهربان میگد قالت نملتو یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. الله مهربان ببینید برادرای عزیز، وقتی حضرت سلیمان همراه عسکراش در وادی مرچه ها داخل شد، میگه مرچه، الله مهربان میگه صدا زد. مرچه چی گفت؟ یا ایها النمل. مرچه های دیگر گفت ای مرچه ها، ادخلوا مساکنکم، در داخل سوراخی هاتون درآیید، لا یحطمنکم سلیمان و جیوشه و هم لا یشعرون، تا سلیمان و عسکران سلیمان شما را پایمال نکنند ناآگاهانه. اونها درک ندارند، شما را نمیبینند تا شما را پایمال نکنند. مفسرای گرامی برادرای عزیز در زیر این میگد این مرچه را ببینید، این مرچه را ببین که برای مرچه های دیگر نگران است و میتونست که با تنهایی خودش در داخل سوراخش درآید، ولی فریاد زد مرچه های دیگر را که داخل سوراخی ها شوید تا شما را سنبه های اسب ها پایمال نکند. صاحب تفسیر میگد اگر همین مسئولیتی را که مرچه احساس کرد، اگر امت محمد صلی الله علیه و سلم احساس کنند، اینها اینقدر خسته و پریشان و پراکنده نمی شود. ولی افسوس برادران عزیز که ماها در غم جان یکدیگر نیستیم.
ما در نسبت یکدیگر شاید نگاهی نداشته باشیم. حدیثی را خواندم که ثلاث من کن فیه، در کدام انسان سه چیز باشد برادرای عزیز، سه چیز باشد، لا یغفر الله له سوى ذلك، غیر همین سه چیز را میگه خداوند میبخشد، ولی این سه چیز را میگه الله نمیبخشد. اینها چیا هستند؟ یکم، هر کسی که از دنیا رحلت کند زمانی که همراه او شرک باشد، شرک با خدا آورده باشد و با همین عقیده شرک‌آلود خود دنیا را پدرود گوید، این پیش الله مهربان میگه بخشیده نمی شود. دویم برادرای عزیز، لم یکن ساحرا، دویم کسی که جادوگر نباشد. دویم نفری را که الله مهربان میگه نمی بخشم، این نفر جادوگر است. ولی در این وطنهای ما و شما هم جادوگرها بسیار داریم. حتی از برادرای ما و شما هم با شاید که پیش امونها برای یک حاجت هم کرده بند. پیامبر گرامی میگو من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی پیش یک جادوگر برای یک حاجت می رود یا سخنی او را تصدیق میکند، او با قرآنی که بر محمد نازل شده است کافر شده است. دویم اینا گفت. سیوم گفت ولم یحکر اخی، سیوم گناهی را که خدا نمیبخشد این است که کسی برادر مسلمانش را تحقیر میکند. زین لحاظ برادران عزیز، ماها باید در نسبت یکدیگر بسیار گمان نیک داشته باشیم. ولی ابوبکر وراقی را قصه‌اش میاره، مولوی جنونی میگه پدر را یک شب او دید در خواب پریشان حال بین جمع احباب، بگفتش ای پدر چون از حالت، چرا زرد از گلگون جمالت؟ پدرش وقتی در قبر ماند، آخی پدری سرشاگرد بود، پدری آدمی با تقوا بود، پدری همه کارش ای ترس خدا بود. وقتی در خواب دید که چهرش زرد، دید بسیار ناراحت، از پدرش سوال کرد. پدرش در جواب بگفتش صعب شد کار ای جگربند، همان دم که جدا شد بند از بند. وقتی که شما مرا ترک کردین رفتین کارم بچم بسیار مشکل شد. مشکلیش چی بود؟ ندای شد چی آوردی به درگاه، چی داری از عبادت توشه ای را؟ بگفتم 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و تقوا، زود و تقوا. جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیار لایق ترین شایسته محصول. وقتی گفتم 60 حج کردم پروردگارا، نماز خواندم، روزه داشتم، ای ترس تو مقصد یک قدمی بیجا نماندم. میگه جوابی آمد که اینها نزد خدا قبول نشیدن، با چی داری؟ بلرزیدم به خود زان وهم چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. از ترس میگه دندان به دندان زدم، دندان هم شکست. ندای شد که روز یاد داری، گرفتی خارک از رهگذاری. مبادای خلد در پای مؤمن، بیازارد کفی جوینده دین. پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردیم جای تو در قصر جنت. میگه تو روز یاد داری که یک خار را از سر راه گرفتی که تا در پای یک برادر مؤمن نخلد. همین عمل تو گفت برای ما بسیار خوش آمد و ما به خاطر این عمل نیکت ترا در قصرهای جنت جا کردیم. ما حدیثی مشهور هم داریم، لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنه فی شجرة قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذی المسلمین. مردی را در جنت دیدن که همه امکانیت داره در درون جنت، همه شرایط دادگیان. میگه پیامبر گرامی پرسید این کی باشد؟ گفتن یک نفری بود که یک نوده درختی که مردم آزار میداد
همو را پاره کرد، دور کرد. خداوند همه امکانیت برای این مرد داد. عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها فوجدت فی مساوی اعمالها النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن. پیامبر میگه شب معراج اعمال امتام، بدیها و نیکیهاشون پیش چشمم عرضه شد. گناه بد اینها را دیدم کسی در مسجد توف میکند و او را نمیپوشاند و نیکی ترین نیکی ها را دیدم که چی بود؟ العزا یمات عن الطریق، آزار از سر راه مسلمان دور کردن بالاترین ثواب بوده است. برادران عزیز، از این رساندنی ها اینقدر برای شما گفتنی هم که در نسبت یکدیگر ترحم داشته باشید. بر نسبت برادراتان همیشه گمان نیک داشته باشید. ابو مسلم خولانی را حکایه میکنن، میگه میخواست از راه گذرد که در جاش توقف کرد، ایستاد. گفتن حضرت چرا نمیگذری؟ گفت در اونجا یک توده مردم ایستادگی است. قاعده سنت همینه که آدم طاقه گذار، آدم طاقه باید جماعت سلام تیاد. حاضر من اگر گذرم اونها را سلام تیم، اونها سلام مرا جواب نگردانند و همه اونها در من سببگار گناهگار شدن اونها میشم. بگذار در همین جا میستم تا پراکنده شدن همون قوم. یعنی نمیخواهم که به خاطر من اونها گناهگار شوند. چی گمانهای نیک داشتن برادرای عزیز. زین لحاظ نمازم الحمدلله نعمت های، روزه هم نعمت های، ولی برادری و یکدیگر احترام کردنم این بسیار یک گویم داغی روزه برای ما و شما. الله مهربان در بین همه ما و شما الفت و محبت زیاد بگردانه و در گرد این موضوع بسیار گفتنی ها هست، ولی انشاءالله گفتی عزیزای خدا یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. انشاءالله برای انسانی که اهل فهم باشد همین آیتی که مؤمن برادر مؤمن است برای ما و شما کفایت میکند. در حق یکدیگر بدبین نباشیم، بدخواه نباشیم. یکدیگر ها را گفتی استاد ما که در بین ما و شما همین خبرکشی به حد رواج شده. خداتون ایق خار ذلیل نکنین، اینقدر خداتون ناکس و نالایق نکنین و در نسبت یکدیگرتان دائم گمانهای خوب داشته باشین و همیشه پشتیبانی کنین. از پشت یکدیگر دائم دعای خیر کنین. خواهی که تو را رتبه ابرار رسد، مپسند که کس رازی تو آزار رسد. خواهی که پل صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب. خداوند عاقبت همه ما به خیر، ایمان ها با سلامت نگه داره. این ساعت هایی که الحمدلله دامله ها نوبت به نوبت برای ما و شما گفته گذاشتن، خدای مهربان توفیق عمل کردنش بر ما و شما نصیب بگرداند. خواجه حافظ می گفت چنان زندگانی کن تو اندر جهان که گر مرده باشی نگویند که مرد. همچنان زندگی که نامت به نیکی باقی مانه. همیشه در راستی تو دائم گمانهای نیک باشند. نگن که خوب شد همین بدبخت مرد، بلکه بگن که زیق شوند، غمگین شوند که یک برادری ما از دنیا گذشت. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. السلام علیکم.